تو سال 1991 بزرگترین امپراتوری دنیای مدرن به کار خودش خاتمه میده و رسما بعد از 74 سال منحل میشه. با منحل شدن شوروی، جنگ سرد شوروی و آمریکا خاتمه پیدا میکنه و یک سری جنگ‌های خونین در اقصا نقاط شوروی و مخصوصا کشورهایی که از اون جدا شده بودن شکل میگیره، جوری که رد این خونها تا به امروز هم جریان داره. البته در فرهنگ عامه بهش میگن فروپاشی، ولی در اصل یک قراردادی بود که بدون خونریزی جمهوری‌های وابسته به شوروی اعلام استقلال کنن. دوستان سلام، من آرمان هستم و به کانال یوتیوب دیپ پادکست خوش اومدید. ما در دیپ پادکست به موضوعاتی میپردازیم که یا تا به حال در مورد اونها صحبت نشده باشه یا کمتر مورد بررسی قرار گرفته باشن. در این ویدیو هم قصد داریم به داستان فروپاشی شوروی بپردازیم. قبل از پرداختن به این موضوع اگر دوست دارید میتونید این کانال رو سابسکرایب بکنید، لینک ویدیو رو برای سایر دوستانتون هم بفرستید، ویدیو رو شیر کنید باشون. وقتی که سابسکرایب میکنید به آرشیو سایر ویدیوها دسترسی پیدا میکنید. بریم به سراغ داستان فروپاشی شوروی. اتحادیه جماهیر شوروی همینطور که از اسمش معلومه از چندین جمهوری تشکیل شده بود. چندین کشور این اتحادیه رو تشکیل داده بودند. در واقع 15 کشور بودند که عبارت بودند از جمهوری‌های ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، استونی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، لتونی، لیتوانی، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین و ازبکستان. مجموع این کشورها امپراتوری پهناور شوروی رو تشکیل داده بودند. اما در این میون یکی از این کشورها در جهت فروپاشی نقش خیلی بسزایی داشت. یکی از کشورهای دورافتاده اتحادیه جماهیر شوروی کشوری به اسم استونی. در واقع حکومت شوروی یک بار دیگه هم فرو پاشیده بودش. خیلی سال قبلتر در زمان جنگ جهانی اول. جنگ جهانی اول باعث فروپاشی خیلی از قدرت‌های بزرگ شد. یکی از اون قدرت‌های بزرگ شوروی بود. یکی دیگه‌اش هم فروپاشی حکومت عثمانی بود که ازش این ترکیه امروزی باقی مونده. عثمانی یه امپراتوری خیلی پهناوری بودش. اما شوروی تو اکتبر سال 1917 یک انقلابی درش شکل میگیره، انقلاب کمونیستی به رهبری لنین. لنین یک فرد قدرتمندی بودش، تونست خیلی از اون مناطق جدا شده رو دوباره به شوروی برگردونه و دوباره کشور دچار یک انسجام و یک اتحاد خاصی بشه. بریم جلوتر. بعد از لنین استالین روی کار میاد. استالین هم شخصیت مخوفی بود، هم یک شخصیت قدرتمند. حالا دیگه دوران جنگ جهانی شکل گرفته. استونی یک کشوریه که همیشه داره به دنبال استقلال میگرده، هیچ وقت یک کشور مستقلی نیستش. در دوران حکومت نازی ها استونی در دست آلمان نازی بودش. جنگ جهانی شکل میگیره. امپراتوری شوروی با سرکردگی استالین موفق میشه هیتلر رو کنار بزنه. در این بین میگه چیکار کنیم؟ ما که قدرت رو گرفتیم، استونی رو هم ضمیمه خاک شوروی میکنیم. استونی همچنان به دنبال استقلال داره میگرده. شوروی استالین شوروی قدرتمندی بود، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ نظامی. ولی بعد از مرگ استالین رهبرهای دیگری بر شوروی حکومت پیدا میکنن که خب اون قدرت و انسجام سابق رو نداشتن. شوروی هم از لحاظ اقتصادی رفته اوضاع احوال بدتری پیدا میکنه. این فشار اقتصادی بیشتر بر روی کشورهای کوچیک ملحق شده به شوروی میاد، مثل استونی، مثل لیتوانی، مثل مولداوی، لتونی، کشورهایی که یک مقدار دور افتاده تر هستن و کلا به خواسته خودشون هم ملحق نشده بودن و حکومت مرکزی هم توجه لازم رو به اونها نداره. فشار اقتصادی بر این کشورها خیلی زیاده. اولین شلوغی ها هم در همین کشورها شکل میگیره. گفتیم با همکاری 15 کشور حکومت شوروی شکل گرفته بود، ولی کمونیست و ایده کمونیست مربوط به فقط این 15 کشور و اتحادیه جماهیر شوروی نبودش. کمونیست در سرتاسر جهان پخش شده بود، مخصوصا در مشرق زمین و بیشتر در کشورهای شرقی اروپا.
ولی کم کم همینطور که گفتیم فشار اقتصادی داشت زیاد میشد. ایده اقتصادی کمونیست چندان جالب نبود، مخصوصا برای حکومت‌ها. نه تنها خود اتحادیه جماهیر شوروی دچار بحران‌های اقتصادی شده بود که سایر کشورهای کمونیستی هم نمیتونستن این روند رو تحمل بکنن. تو اواسط دهه 80 میلادی لهستان یکی از اولین کشورهایی بود که تونست از زیر بیرق کمونیست بیاد بیرون. این اتفاق مثل بمب در جهان ترکید، مخصوصا در جهان کمونیسم. خیلی از کشورهای کمونیستی گفتن که چرا این اتفاق برای ماها نیفته، ما هم میتونیم از حالت کمونیستی خارج بشیم. و گفتیم استونی کم کم داشت شلوغ میشد. حالا دیگه شلوغیات تو استونی بیشتر شده بودش، مردم به خیابونها ریخته بودن و تمایلی نداشتن که حزب کمونیست بخواد بر اونها سیطره پیدا بکنه. ولی هنوز هیچ صحبتی از جدا شدن به میون نیومده بود. هیچ کشوری نمیخواست کاملا مستقل بشه. اون زمان رهبر شوروی میخائیل گورباچوف بودش. گورباچوف هم داستان شلوغی های استونی رو شنیده بود، میدونست که اون کشور یک مقدار شلوغ شده، ولی فکر نمیکرد که قضیه اینقدر جدی باشه و فکر نمیکرد که رهبران کشور استونی هم خواستار یک استقلال باشن. البته منظور از استقلال جدایی کامل کشور نبودش، استقلال اقتصادی میخواستن. نمیخواستن که وقتی هر چیزی در میارن بریزن تو دایره بدن به حکومت مسکو و اون بخواد تقسیم بکنه بین سایر جماهیر. میخواستن که اقتصادشون یک اقتصاد آزاد و در اختیار خودشون باشه، حالا سیاستشون از مسکو بخواد فرمان بگیره. یک جلسه‌ای برگزار میشه در مجلس شوروی، مجلس رسمی شوروی. 47 تا نمایندم استونی داشتش. بعد از جلسه، این جلسه هم تو سال 1988 بودش، بعد از جلسه این 47 نفر در سالن وای میستن و میگن ما میخوایم با خود گورباچوف در تنهایی صحبت کنیم، میخوایم با خودش مشکلات استونی رو بیان بکنیم. گورباچوف هم میاد داخل اون سالن، یک جلسه‌ای داخل سالن شکل میگیره، داخل راهروی در واقع مجلس، و اونجا صحبت میشه که اگر اجازه بدی این اقتصاد استونی به صورت آزاد بره جلو و دیگه وابسته نباشیم. یک چنین چیزی رو گورباچوف اصلا نمیتونست تحمل کنه و کاملا با اون مخالفت میکنه. میگه اگر شما بخواید اقتصاد آزاد داشته باشید، خیلی از قوانین دیگه شوروی هم دچار تغییر باید بشه که ما چنین چیزی رو نمیخوایم. این قضیه شلوغی ها و درگیری ها رو در استونی تشدید کرد. لهستانی که از زیر بیرق کمونیست اومده بود بیرون، حمایت های خودش رو از استونی آغاز میکنه. رفته رفته پای آمریکایی ها هم به استونی باز میشه. میگیم جنگ سرد بودش، بهترین فرصت برای کشورهای غربی مخصوصا آمریکا بود که مستقیم در این جنگ شرکت داشت. آمریکا هم حمایت‌های مالیش رو از نیروهای معترض استونی آغاز میکنه. استونی در حوزه دریای بالتیک قرار داره، 2 تا همسایه هم داشت که اون 2 کشور هم عضو اتحادیه جماهیر شوروی بودن، لتونی و لیتوانی. این 3 کشور با هم دیگه اتحادیه دریای بالتیک رو تشکیل میدن و حالا رهبرانشون هم میخواستن که وارد این جنبش جدایی طلبانه بشن، میخواستن کلا از حکومت شوروی بیان بیرون. اتحادیه دریای بالتیک رو تشکیل میدن و شروع میکنن به مبارزه با حکومت دولت مرکزی در روسیه. حالا رفته رفته شلوغی‌ها به اقصا نقاط شوروی رسوخ پیدا کرده بود. یکی از اون کشورها خود راشا مادرلند یا کشور مادری روسیه بود. کشور مرکزی هم شلوغ شده بود. مردم در روسیه هم کمونیست نمیخواستن. این همون چیزی بود که گورباچوف ازش به شدت وحشت داشت، ولی دیگه داشت کم کم اتفاق میافتاد. همه جا دیگه داشت شلوغ میشد. حالا دیگه رهبران استونی، لتونی یا لیتوانی فقط استقلال اقتصادی نمیخواستن، میخواستن به طور کامل از زیر بیرق شوروی بیان بیرون و کشورهای مستقلی بشن و میگیم استونی همیشه به دنبال این استقلال بودش. اما چرا گورباچوف از این قضیه وحشت داشت و چرا اجازه نمیداد که این اتفاق بیفته؟ شاید اگر اجازه میداد همون اول استونی جدا بشه، شوروی فرو نمیپاشید. ولی گورباچوف بینش سیاسی خوبی داشت. این رو میدونست که اگر یک کشور این آزادی ها رو به دست بیاره، سایر جمهوری ها هم به دنبال همین آزادی به راه میافتن و کلاً به سمت فروپاشی پیش خواهد رفت این داستان. به خاطر همین اجازه رو نمیداد. آشنا میشیم با شخصیت بوریس یلستین، یکی از عناصر اصلی و نفرات اصلی فروپاشی شوروی. همین آقای یلستین بودش. بوریس یلستین یکی از مقامات ارشد حزب کمونیست شوروی بودش و رئیس جمهور روسیه بود. میگیم هر کدوم از این جماهیری که وجود داشتن رئیس جمهور داشتن، ولی همشون از رئیس اتحادیه یعنی گورباچوف فرمان میگرفتن.
بوریس یلتسین چرا به دنبال فروپاشی بودش؟ داستانش خیلی خنده داره. خودخواهی و قدرت طلبی. همین، نمیتونست تحمل بکنه که مثلا فردی مثل گورباچوف بالا دست این بخواد باشه و بخواد از کسی فرمان بگیره. چنین چیزی رو نمیتونست تاب بیاره. فرد خودخواهی بود، دیکتاتور مآب بودش و بینش سیاسی و اقتصادی بسیار ضعیفی داشت. چنانچه سایر رؤسای جمهور در اتحادیه جماهیر شوروی هم همینطور بودن. بینش سیاسی و مخصوصا اقتصادیشون بسیار در اون لحظه ضعیف شده بود. فقط همون لحظه رو داشتن نگاه میکردن، چیزی که گورباچوف نمیدید. گورباچوف همیشه وحشت از بعد از فروپاشی داشت، ولی اینها فکر میکردن که اگر این فروپاشی شکل بگیره اتفاقات بهتری قراره براشون رخ بده. بوریس یلتسین فکر میکرد تمامی ثروت روسیه، تمامی ثروت در واقع شوروی که داره پخش میشه بین این 15 اتحادیه از روسیه داره سرچشمه میگیره. این رو نمیدونست که حتی ترکمنستان و تاجیکستان، سایر جماهیر دور افتاده هم دارن کار میکنن، تلاش میکنن. جمع اینا داره اقتصاد شوروی رو میچرخونه. این فقط پول اون لحظه‌ای که داخل مسکو واریز میشد رو نگاه میکرد و بعد میدید که مثلا مسکو داره به سایر نقاط هم پول واریز میکنه، تانک میسازه، جاده میسازه، راه میسازه. فکر میکرد که این پولها از مسکو داره خارج میشه، در اینکه این پولها مربوط به کل این اتحادیه بودش. سایر نواحی هم همین تفکر رو داشتن و فکر میکردن ماحصل دسترنجشون داره به غارت میره. حالا بود یا نبود و ما اطلاعی نداریم، ولی حالا در ادامه میگیم که وضعیت بدتر از این میشه. بخوام راجع به خود شخصیت یلتسین هم صحبت بکنم، فردی بود خوشگذرون، مشروب خور، خانوم باز و کلا میگم تا 1 سال جلوتر و نهایت میتونست ببینه و قدرت لحظه‌ای میخواست، دیگه به دنبال اتفاقات وسیع‌تر نبودش. سال 1990 هستیم، 1-2 سالی از آغاز شلوغی ها گذشته و شلوغی دیگه به اوج خودش رسیده. در این دوره یلتسین یک سخنرانی میکنه و میگه من از استقلال استونی حمایت میکنم. همین امر باعث میشه در استونی شلوغی ها به اوج خودش برسه، جوری که مردم به دفتر حزب کمونیست برن و اونجا رو اشغال بکنن. تا حالا یک چنین چیزی اتفاق نیفتاده بود. این وسط گورباچوف میاد یه سخنرانی میکنه، میگه اگر همه چیز آروم پیش نره ناچار میشم از ابزار قدرت استفاده بکنم. گورباچوف این کار رو هم میکنه و یک سری نیروی زرهی روانه استونی میکنه. این حرکت جالبی نبودش، چون درگیری ها رو تشدید کرد و درگیری وارد فاز مسلحانه شد. در یک شبی صدا و سیمای بخش استونی به رگبار بسته شد و 13 نفر جون خودشون رو از دست دادن. نارضایتی ها از گورباچوف خیلی بالا گرفته بود و همه اون رو یک قاتل میدونستن. از این شرایط یلتسین اوج بهره رو گرفت و با نیروهای مردمی خودش روسیه رو شلوغ کرد و روسیه هم تبدیل به یکی از کشورهایی شد که خواهان جدایی بودش. بریم یه سال جلوتر، سال 1991 یکی از آخرین جلسات مجلس شوروی شکل میگیره. توی این مجلس رسما اعلام میشه که استونی میتونه جدا بشه. دیگه خیلی داشت شوروی رو اذیت میکرد. استونی که جدا میشه تقریبا همون اتفاقی که باید میافتاد افتاد. لتونی، لیتوانی و بعدش مولداوی که البته همه از جزو کشورهای دور افتاده شوروی بودن اعلام استقلال میکنن. فردای همون روز پرچم‌های شوروی رو پایین میکشن، پرچم‌های خودشون رو بالا میبرن و عکس‌های لنین و استالین رو به آتیش میکشن. همه چیز همون طور پیش رفت که گورباچوف پیش بینی کرده بودش. بعد از جدا شدن این 4 کشور، سایر کشورها هم ادعای استقلال کردند. شلوغی‌ها در همه جا اتفاق افتاده بود. از همه جا شلوغ‌تر خود خاک روسیه بود که سرکرده‌شون هم یلتسین بودش. گورباچوف تو آخرین اقدام خودش تصمیم میگیره که یک کودتای نظامی در روسیه بکنه که حداقل این منطقه رو از دست نده. نیروهای وابسته به گورباچوف رو میبرن در یک خانه ویلایی، اونجا که جاش امن باشه چون احتمال داشت بهش سوء قصد بشه، و کودتای خودشون رو انجام میدن. اما یلتسین فردی بود که نه تنها از نیروهای مردمی بهره مند بودش، کلی نیروی نظامی هم وجود داشت که وابسته به یلتسین بودن. یلتسین با کمک نیروهای نظامی خودش و کمک مردمی کودتای گورباچوف رو خنثی میکنه. تو این موقعیت یک سوء استفاده خیلی خوبم میبره و میگه فعلا تو همون خونه یلاقی نگهش دارید، من 2 تا سند دیگرم باید امضا کنم. حکم جدایی اوکراین و بلاروس رو هم این وسط امضا میکنه. میره جلوتر و خودش رو رئیس جمهور
روسیه اعلام میکنه، میگه ما هم یک کشور مستقل هستیم، حالا این مرتیکه گورباچوف رو بیارید بیرون، دیگه همه چیز دست منه. در یک کنفرانس خبری هم شرکت میکنه، خیلی ازش استقبال میکنن و یک خبرنگاری اون روز ازش میپرسه که تو کی هستی؟ میگه من رئیس جمهور روسیه هستم. میگه اگه تو رئیس جمهور روسیه هستی سر حکومت شوروی چی اومد؟ میگه من کاری به اون ندارم، اونو برو از رهبران شوروی کمونیستی بپرس، من نمیدونم اون حکومت الان کجاست، ما روسیه هستیم و منم رئیس جمهور روسیه هستم. در 25 دسامبر سال 1991 میلادی گورباچوف آخرین نطق حزب کمونیست رو ایراد میکنه و در این نطق میگه که این حزب کلاً منحل شده، کاری به سایر کشورها نخواهد داشت و شوروی کلاً به تاریخ میپیونده. با منحل شدن حکومت شوروی جنگ سرد پس از چند دهه، 4 دهه، 5 دهه بالاخره خاتمه پیدا میکنه، کشورها استقلال پیدا میکنن و جنگ‌هایی شکل میگیره، جنگ‌های بسیار خونین در کشورهایی که مستقل شده بودن در اروپای شرقی تا خاور دور و حتی منطقه خاورمیانه، جنگ‌های شکل میگیره که آتش این جنگ‌ها تا به امروز هم شعله وره و گروه‌های تروریستی شکل میگیرن که این گروه‌ها تا به امروز فعالن، جوری که خیلی‌ها میگن که اگر شوروی فرو نمیپاشید شاید مشرق زمین گروه تروریستی به خودش نمیدید، ولی این گروه‌ها شکل میگیرن. بعد از فروپاشی یکی از بدترین نقاط خود روسیه و شهر مسکو میشه. گروه‌های بزهکار و خلافکار به اوج قدرت خودشون میرسن. حکومت کمونیستی حالا علیرغم فشارهایی که داشتش اجازه فعالیت به گروه‌های تروریستی مسلحانه یا گروه‌های خلافکار رو به هیچ عنوان نمیداد. اما الان شرایط و فضا برای فعالیت گروه‌های بزهکار خیلی خوب شده بود. مافیای روسیه در این دوران شکل میگیره و به قدرت میرسه. پولشویی زیاد میشه، فقر، فلاکت، بزهکاری به اوج خودش میرسه، جوری که خیلی از مردم از گرسنگی داشتن تلف میشدن. و از اون طرف هم منطقه داغستان و منطقه چچن اعلام استقلال میکنن، میگن همه که جدا شدن چرا ما جدا نشیم. وارد فعالیت مسلحانه هم میشن، جوری که مسکو، سن پترزبورگ، سایر شهرهای روسیه بمبگذاری‌های انتحاری توش فراوون میشه و کلا روسیه وارد جنگ داخلی میشه، چیزی که اصلا فکرشون نمیکرد. تا سال 2000 همین داستانها ادامه داشتش. فعالیت بزهکاری در این کشور خیلی زیاد شده بود. اواسط دهه 90 یعنی 5-6 سال بعد از فروپاشی گردانندگان اصلی روسیه میلیاردرهای روسی بودن. پول میدادن، آدم اجیر میکردن، آدم میکشتن، قانون رو میخریدن، همه چیز به نفع میلیاردرها بودش. بریم به سال 2000 برسیم، اصلا معلوم نبود تو اون سال دقیقاً چه کسی داره روسیه رو کنترل میکنه. کلا کشور از هم فرو پاشیده بود، خود خاک روسیه، جوری که مسکو تا چند سال یکی از خطرناکترین شهرهای جهان بودش. خیلی قتل و غارت در این شهر حجمش زیاد شده بود، آمارش بسیار بالا رفته بود. اوضاع احوال تو سایر کشورهای جدا شده هم تعریف چندانی نداشتش. مرزها که به شدت ناامن شده بودن، گفتیم گروه‌های تروریستی در تعداد بسیار زیادی شکل گرفته بودن، همه مسلح، همه به دنبال به دست گرفتن قدرت. مرزها به شدت ناامن و اکثر کشورها دچار جنگ‌های داخلی شده بودن. لتونی، لیتوانی، استونی، سه کشوری که خیلی اصرار بر جدایی داشتن، البته الان یه ذره اوضاع احوالشون بهتر شده، ولی به محض جدا شدن دچار دوران فقر و رکود شدن. حالا دیگه حکومتی هم نبود که بخواد از اینها حمایت مالی بکنه. آمریکا هم به محض اینکه کارش با اون منطقه تموم شد، دیگه فعالیت‌های اقتصادی خودش رو در اونجا گسترش نداد. حمایت مالی از این کشورهای تازه تأسیس شده نکردش.
بریم به مولداوی. مولداوی هم یکی از کشورهایی بود که همون ابتدا موفق شد که جدا بشه. مولداوی از اون تاریخ تا الان فقیرترین کشور قاره اروپاه. به مولداوی به انگلیسی میشه مولدووا. مولدووا رو سرچ کنید تو اینترنت و شرایط مولدووا رو الان نگاه کنید. اوضاع اسفناکی داره. اکثر مردم کشور مولداوی سالانه از این کشور مهاجرت میکنن، به کشورهای اروپای غربی میرن و یک جورای کارگر فصلی هستن. فصلی کار میکنن، دوباره برمیگردن. اوضاع احوال اسفناکی مولداوی پیدا کردش. سال 2014 هم پوتین به همراه ارتشش یک منطقه وسیع از مولداوی رو تحت تصرف خودش میگیره. البته به انضمام روسیه در نمیاره، ولی خب نیروهای نظامی روسی الان اونجا حضور دارن. مال خود مولداوی ولی کاملا تحت سیطره و سلطه روسیه قرار داره. بریم به اوکراین. بعد از مولداوی اوکراین هم همچنان دومین کشور فقیر اروپاست. سال 2014 2015 تلاش کردن تا از این فقر نجات پیدا کنن، ولی خب شرایط حتی بدتر هم شدش و هنوز نتونستن که از دومین کشور فقیر اروپا بتونن از این رتبه خارج بشن. تو همون سال 2014 که ارتش روسیه تونست بخشی از مولداوی رو فتح بکنه، به خاک کریمه در اوکراین هم لشکرکشی میکنه، موفق میشه اونجا رو هم فتح بکنه و اونجا هم ملحق میشه به خاک روسیه. روزی هم که کریمه ملحق شده بود به خاک روسیه، جمعیت زیادی از مردم کریمه در اون مراسم شرکت پیدا میکنن و سرود ملی روسیه رو میخونن. در دستشون هم عکسای لنین و استالین بود. لنین و استالینی که خب رهبران روسیه نبودن، رهبر شوروی سابق بودن، ولی اون عکس‌ها رو در دستشون گرفته بودن. یه چیزم باز راجع به مولداوی بگم، ازش رد شدیم ولی این رو هم بگم. در مولداوی هنوز مردم پاسپورت شوروی سابق رو، اون قدیمی‌ها گرفتن و میگن آقا ما مال این کشوریم. هنوز ایمان دارن که اون شرایط از شرایط الانشون بهتر بود. بریم به گرجستان، یکی دیگه از کشورهای جدا شده از حکومت شوروی سابق. گرجستان زادگاه استالینه. در گرجستان همه ساله به مناسبت تولد استالین جشن گرفته میشه، یک جشن عمومی، مردم جمع میشن و بزرگداشت میگیرن برای استالین که این عمومیه ولی رسمی نیست، دولت این اجازه رو نمیده ولی مردم جمع میشن و جشن میگیرن یک چنین روزی رو. بریم به خاور دور. کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان دچار دیکتاتوری محض شدن، شرایطی بدتر از دوران کمونیست و همشون هم در فقر به سر میبرن، مشکلات اقتصادی که تا به الان لاینحل باقی مونده. یه مقدار به ایران نزدیک بشیم، بریم به سراغ آذربایجان و ارمنستان، دو کشور دیگه‌ای که از شوروی سابق جدا شدن. دیگه نیاز به توضیح نداره. اول گفتیم جنگ‌های شکل گرفت که تا به امروز ادامه داره. یکیش همین جنگ قره باغ که تا به امروز بین این دو کشور ادامه داره. این دو کشور قبلا عضوی از شوروی سابق بودن و الان سال‌هاست که با هم دیگه در جنگ هستن. اوضاع احوال اکثر این کشورها شرایط جالبی نیستش و بعد از فروپاشی همون چیزی شد که گورباچوف پیش بینی می‌کردش. گورباچوف شاید شخصیت منفوری باشه، شاید اشتباهات بزرگی داشت، ولی البته به زندگی نامه گورباچوف هم ما خواهیم پرداخت، ولی بینش سیاسی قوی داشت. پیش بینی می‌کرد که بعد از فروپاشی یک چنین اتفاقی رخ بده. در روسیه که گفتیم وضعیت از همه جا بدتر بودش، ولی با روی کار اومدن پوتین یه مقدار شرایط روسیه عوض شد. پوتین وقتی که قدرت رو در دست گرفت یه سخنرانی کرد و گفت فروپاشی شوروی یک فاجعه ژئوپلیتیک بودش. این صحبت برای ما خیلی ساده است، انگار که یک جمله داریم میشنویم، ولی برای غرب نتیجه جالبی نداشت. مخصوصا خود آمریکا که تونسته بودش این جنگ رو پیروز بشه احساس کرد که انگار یک دشمن جدید داره پیدا میکنه. این فروپاشی برای همه خوشیومن بودش، همه باید ازش به نیکی یاد میکردن. حالا یک نفر تو روسیه اومده داره ازش بد میگه. یه مقدار این حالت برای آمریکا بد از آب در اومد، ناراحت شد از این صحبت. پوتین یه حرکت دیگه هم انجام دادش. 1-2 سال بعد سرود ملی شوروی سابق رو دوباره احیا کرد، یه تغییری بهش داد، کردش سرود ملی روسیه. لباس ارتش خودش رو شبیه لباس ارتش شوروی سابق کرد. دوباره از رنگ قرمز در خیلی از جاها استفاده کردش. دوباره از لنین و استالین به نیکی یاد کردش. اینها چیزهایی بود که به مزاج آمریکا خوش نمی اومد و احساس کرد که دوباره انگار یک جنگ سردی داره رخ میده و چنین هم بودش.
دوباره روسیه تونست تو بین کشورهایی که جدا شدن یک از معدود کشورهایی باشه که یک مقدار اوضاع احوال خودش رو بتونه بهبود ببخشه. روسیه کار رو به اینجا هم ختم نمیکنه و دوباره به سمت نفوذ به دنیای غرب میره، حالا این بار یک مقدار با تجربه تر. اینطور بهتون بگم، حالا داستانش طولانیه، من خیلی سریع از اینها میگذرم. روسیه در زمان پوتین تونست حزب‌های سیاسی در ایتالیا، آلمان و فرانسه تشکیل بده که خیلی از این حزب‌ها حتی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنن. جدا از این به قدری در انگلیس تونست نفوذ پیدا بکنه که تو همین سال 2020 نشریه‌های انگلیسی از اصطلاح لندن گراد استفاده کرده بودن که یه تیکه بود به شهر دوران شوروی استالینگراد، که بیاید جمعش بکنید تا کجا اینا دارن نفوذ پیدا میکنن و ما هم حواسمون نیست. و جنگ سرد هم همچنان با آمریکا ادامه داره. امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک بکنید. موضوعات آینده رو شما میتونید برای ما بنویسید، توی کامنت ها بنویسید، ما میریم در میاریم، تحقیق میکنیم و ویدیوش رو میسازیم و تقدیمتون میکنیم. میتونید لینک ویدیو رو هم از طریق واتساپ و تلگرام برای سایر دوستانتون هم بفرستید تا اونها هم این ویدیو رو تماشا بکنن. نظرتون رو هم در مورد فروپاشی شوروی برای ما بنویسید. شما چه چیزهای بیشتری رو میدونید که ما اینجا نگفتیم؟ خب داستان فروپاشی خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست. ما در حد سواد خودمون، در حد اون چیزی که نوشته بودیم برای شما تعریف کردیم. اونچه که مشاهده کردید داستان فروپاشی شوروی بود، داستان فروپاشی قدرتمندترین امپراتوری دنیای مدرن.